Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zum Deutschlernen. سلام عزیزان زبان آلمانی خوان و خوش آمدید به درس زبان آلمانی. Ich bin Manucheri, من منوچری هستم und ich komme aus Tadschikistan و من از تاجیکستان هستم یا که آمدم. Und ich bin auch in Tadschikistan geboren و من در تاجیکستان تولد شدم. امروز برادرای عزیز گرامی، عزیزان دل، شروع میکنم پیش از اینکه درس خودمون رو شروع بکنیم. یک چیز میخونم برای شما ترجمه میکنیم، میره از یاد بکنیم برای شما در کار میشه برای گپ زدن تو. چون زبان شما یاد میگیرین که گپ بزنین، نه اینکه فقط هیچ بکنم گپ زدنش ندارم. نه، برای گپ زدن کار از یاد کردن در کار. زبان آلمانی رو خودش آلمانی‌ها میگن که زبان آلمانی رو باید که بگیم که از یاد بکنه آدم، به خاطر که زبانی از زبانی که بگیم که بهترین زبانه. Die Kinder، das Kind یعنی کودک، die Kinder کودک ها lieben lieben دوست می‌دارند، lieben میشه که دوست می‌دارند ihren Großvater sehr، پدر بزرگشان را خیلی زیاد. یا اینکه در طویله میگن die Kinder lieben ihren Großvater sehr، کودک ها با بیشون بسیار دوست می‌دارند. خب die Tage، der Tag ایواز شد با die Tage به خاطر که die Tage میشه پلورال روزها. خب vorgestern یک روز پیش از دیروز. وقتی که vor در اینجا اومد ایواز میشه که یک روز پیش از دیروز. اینجا که دیگه بدون فاکه است gestern میشه دیروز. heute امروز، morgen فردا، übermorgen یک روز بعد فردا، übermorgen یک روز دو روز بعد فردا. فهمیدید؟ انا خوب Tadschikistan heißt das kleinste Land meidatarin Kishwar in Zentralasien در آسیای مرکزی. meine liebe Freunde دوستان عزیز من، خوب یک بار دیگه خاموش بکنید برادر عزیز، یک چیز فراموش نکنید، هیچ وقت ناراحت نشین، همیشه بادری باشین، همیشه بخونین، درس بخونین. این برای شما زندگی شما رو عوض میکنه، این شما رو در حقیقت پیش میبره. برادر عزیز یک گپ بگم، گفتم اونا که ما یگان بگیم که معلم زبان آلمانی نیستم. من امروز دیدم که در جامعه ما چیز در کار مردم همینجا اومگه اون کس درس نمیده، سالها قطعه خوابن، کموشن خیلی دم شدگن، یگان حق خدمت ندارن، یگان خدمت هم نمیکنن، هم خیلی شیشتگی، هم تلفنش هم 24 ساعت در دستشو. با هم خاطر برادر عزیز، من هر چیزی که میدونم اینجا درس تو میدم، خوندگیت بخون، نخوندگیت تشکر. خوب Die Kinder lieben ihren Großvater sehr. Die Tage vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen. Tadschikistan ist das kleinste Land in Zentralasien. تاجیکستان میدترین کشور در آسیای مرکزی هست. برادران عزیز و گرامی، این حرفای یک آلمانی است که من برای شما نوشتم، چون یک چیز خواندم در همون جدیگه کردم که زبان تاجیکستان زیاد گپ برم، من زبان تاجیکستان زیاد میخوندم با زبان آلمانی. و یک چیز دیگه با یک نفر بگیم که مصلحت داریم کم کم که شاید که یک کتاب خوبی زبان آلمانی برای تاجیکا ان شاء الله بکنیم. هستن کتابا فقط برای توریستا و دیگر برای خودمون میشن، اما اگر خداوند توفیق بگیره گفته که اگر که نصیب باشه ان شاء الله میشه. یا بارگاه میخونیم. Die Kinder lieben ihren Großvater sehr. Die Tage vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen. Tadschikistan ist das kleinste Land
این سنترال آسیا. خب برادر عزیز گرامی، هر کسی در سال گذشت برادران بگیم که امو بجخین امو کلاسه به خاطری که مردم زیاد ببینن امی ویدیو را که درس بخونن ثواب بگیرین. این میرم ثوابش برابر به همون ثوابی که مثلا زبان عربی را بخونی یک ثواب داره، این میرم بخونی یک ثواب داره. اینم همش یکه. به همون خاطر برادر عزیز گرامی یا بعضی وقتا فکر میکنین که نمیتونین، خدا نیکی تو میتونی، به خودت باور کن، به خودت بدنت باور کن. دیروز یکی همین روز یا برادر عزیز ما C2 C2 یعنی که بهترین سرتیفیکات، بهترین بگیم که دکومنت زبان آلمانی را گرفت. بهترین شد در آلمان. بگیم که حتی آلمانی ها نمیتونن که این امتحان را بسپارن. خدا شاهده که نمیتونن بسیاری هاش. اما تاجیکی ما او که وقت نشد یکیم سالش در اینجا که تا همه آلمانی را میگوی که آخی دائم آلمان تحاله شده است. به همون خاطر برادر از گرامی هر کسی که عقیدوی تاجیکین خیلی تاجیکی چرتک مرتک نه، همه تاجیک عقیدویین بیاین درس ها را یجویا بخونیم، یجویا پیشرفت بکنیم. بعد نخونی درس ها پیر شده و در عذاب و در اذیت شدی، حتی یک کتاب خوندن نتونی که زیقی خطا ببرانی بعد در وقت شکایت نکن. خدا حافظ. یاکی auf Wiedersehen. یاکی tschüss. یاکی ciao. یاکی یاکی خدا حافظ. در امان خدا باشید دوستای عزیز. همه که نفرای زبان آلمانی میخوانند دوستتان دارم. برادر از گرامی از شما خواهش میکنم که من خودم تنها همین کارا را میکنم، همین درسایی که من برای شما میتونم به همدیگر روان بکنیم. مقصد ما از این است که دوستای ما، مردم ما، کشور ما به زبان آلمانی همین را نمینویسم در همو بگیم که یوتیوبم. مقصد من پول کار کردن نیست. به زبان نمیدونم دیگر نمینویسم، فقط به تاجیکی و به خاطر تاجیکستان است. فقط برای تاجیکای خود ما است برادر از گرامی. خب در امان خدا باشید.